وقتی که علم از دیدگاه قرآن کریم چنین در مرتبه بالا باشد، نادانی و جهالت چگونه مقام دارد؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نادانی را درد نامیدند. در سنن ابو داود آمده است که انما شفاء العی السؤال، البته شفای نادانی سؤال است گفتند. وقتی که شفای نادانی گفتند این دلالت میکند که نادانی درد است و شفای آن سؤال اهل علم است و علم آموختن است. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم درد نامیدند و علما رحمت الله علیهم میگویند که سببی هر یک گناهی که در عالم صادر می شود جهل است، یعنی نادانی است. میگویند که ما عصی الله الا بجهل به او بشرعه، الله تعالی گناه کرده نمی شود مگر به سبب جهل به الله تعالی، یعنی نادانی به الله تعالی، نشناختنی الله تعالی، او بشرعه، یا نادانی نسبت شریعت الله تعالی. یک کسی که گناه میکند یا الله تعالی رو نمیشناسد یا شریعت او رو نمیداند که کدام کار حلال است کدام کار حرام است. خلاصه هر یک گناهی که در عالم صادر می شود این جهل و نادانی است. جهل و نادانی که سبب گناه است سبب عذاب است. بالاخره جهل و نادانی انسان رو به آتش دوزخ میبرد. الله تعالی در سوره تبارک از اهل دوزخ نقل میکند و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اهل دوزخ گفتند که اگر ما در دنیا میشنیدیم میفهمیدیم امروز ما دوزخی نمیشدیم. بعد الله تعالی گفت که فاعترفوا بذنبهم، آنها به گناههای خود اعتراف کردند. گفت جهل و نادانی را گناه نامید. ببینید سببی واردشوی خود را آنها در جاهلی گوش نکردن به اهل علم و نفهمیدن ارزیابی کردند.